أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در این درس ما میخوام برای شما درباره اقسام وقف درست‌تر بفهمونم. وقف بر سه قسم است. اول وقف اختیاری، این وقف است که تلاوت کننده به اختیار و اراده خود توقف کند. دوم وقف اضطراری، این وقف است که تلاوت کننده در حالت ضرورت مانند عطسه زدن و یا تنگی نفس از قرائت کردن باز می ایستد. و سوم وقف اختباری سنجشی، این وقف است که تلاوت کننده در جایی که محل وقف نیست از خاطر سنجش کردن و یا تعلیم دادن توقف می کند. خب وقف اول را گفتیم که اختیاری، یعنی که به اختیار خود وقتی که تلاوت کننده وقف می کند. دوم وقف اضطراری، یعنی که در حالت ضرورت تلاوت کننده وقف میکنند مانند عطسه زدن و یا تنگی نفس. و سوم اختباری، یعنی سنجشی که وقتی که در حالت تعلیم دادن در جایی که محل وقف نیست در آنجا وقف میکنند. خب نوعهای وقف اختیاری دو نمود است، یکی جایز و دیگری غیر جایز. در جایز سه نمود دخول است: وقف تام، وقف کافی و وقف حسن. در غیر جایز یک نمود دخول است: وقف قبیح. من اینها را برای شما آسانتر میفهمونم. وقف تام، وقف تام این وقف در انتهای آیت به وقوع می آید که از نظر لفظ و معنا از آیت ما بعدش جدا باشد. این آیت از نظر لفظ و معنا از آیت ما بعد جدا است، زیرا لفظ و معنای جمله کامل و پره گردیده است. خب من به زبان خود این را آسانتر میفهمم. وقف تام گفته اون را میگن که وقتی که ما در یک کلمه میستیم، وقتی که بعد این کلمه یک کلمه دیگر که میبیاد، این کلمه از کلمه ما بعدش هم در لفظ و هم در معنا جدا هستند. و در آیتی که یعنی در همون کلمه‌ای که ما میستیم لفظ و معنا یعنی همون جمله کامل و پره است. مثال احمد به مکتب رفت، ما در اینجا ایستادیم و بعدش که جمله بیاد یک جمله دیگر است که با اول نه در لفظ و نه در معنا چی دارد؟ رابطه دارد. محمود کتاب را گرفت، اول درباره احمد بود، یعنی احمد بود، و دوم درباره محمود بود. دیده در اولی که ما ایستادیم جمله در لفظ و معنا پره بود و در لفظ و معنا با جمله‌ای که بعدش میبیاد یگان رابطه نداشت. اول درباره دیگه کس بود و دومش درباره دیگه کس بود. این وقف تام است. خب دوم وقف کافی، این وقف در انتهای آیت به وقوع می آید که از نظر لفظ از آیت ما بعدش جدا بوده اما در معنا با ما بعدش رابطه دارد. یعنی چقدر گفتیم؟ از در جمله که ما میستیم لفظی با آیت ما بعدش چقدر است؟ جدا است، اما در معنا با آیت ما بعدش رابطه دارد. مثال احمد به مکتب رفت، احمد کتاب را گرفت. لفظی یعنی که احمد به مکتب رفت در اینجا ایستادیم، لفظی با آیت ما بعد یعنی با کلمه ما بعدش چی دارد؟ رابطه ندارد، اما در معنا رابطه دارد. برای چی؟ برای که اول هم درباره احمد بود و دوم هم درباره احمد بود. لفظی رابطه ندارد اما معنا رابطه دارد. این وقف کافی. و سوم وقف حسن، این وقف در انتهای آیت به وقوع می آید که از نظر لفظ و معنا کامل است ولی در لفظ و معنا با ما بعدش رابطه دارد. خب در اینجا نگاه کنیم، اینجا هم در لفظ و معنا کامل است و هم در لفظ و معنا با آیت ما بعدش رابطه دارد. یعنی چه خیل؟ احمد به مکتب رفت و کتاب را گرفت. دیدین؟ احمد به مکتب رفت و کتاب را گرفت، یعنی که احمد به مکتب رفت در اینجا ایستادیم و کتاب را گرفت.
در اینجا نگاه کنین لفظی هم اینها رابطه دارن، لفظی جدا نیستن، لفظی هم رابطه دارن و در معنا هم رابطه دارن. فهمیدین؟ وقتی اصلا احمد به مکتب رفت و کتاب را گرفت، احمد به مکتب رفت ایستادیم و کتاب را گرفت، از اینجا دوام دادیم. هم لفظ در اینجا رابطه دارد که در اینجا پیونده که و هست، یعنی چی؟ احمد به مکتب رفت و کتاب را گرفت، لفظی مانند و در معنا هم مانند. برای چی؟ برای که درباره یک کس هست. خب و غیر جایز گفتیم یک نمود است که این وقف قبه است، که این در وقف در جای است که جمله از نظری لفظ و معنا کامل و مفید نیست، زیرا در لفظ و معنا با ما بعدش رابطه دارد. یعنی در اینجا که در جایی که هیچ ممکن نیست ایستادن، ما در اونجا می ایستیم، که و در جایی که ما می ایستیم و جمله کامل هم نیست، رابطه هم دارد، اما وقتی که ما می ایستیم کامل هم نمیشد. مثال الحمدلله رب العالمین، نه مثال الحمدلله، حمد الحمدلله یعنی سپاس خدا را، سپاس خدا را. اما اگر ما در الحمد بیستیم و از الله شروع کنیم، این جمله ناپورا میشه. یعنی حمد بعد بیستیم و از خدا را شروع کنیم، اگر این را کسی بشنود نمیفهمد که یعنی از کامل هم نمیشود. مثال حمد، یا اون کس بشنود بگید حمد کی را؟ وقتی که ما بیستیم بعدا الله را بگیم، پس یا اون کس سوال خواهد کند که الله را چی؟ دیدین؟ در حمد وقتی که الحمد وقتی که ما ایستادیم، در اینجا از لفظ و معنا کامل نیست جمله، یگان چی فهمیده نمیشود. و در جایی که ما وقف کردیم آنجا لفظ معنا با کلمه که میبید ما بعدش رابطه دارد، که اگر ما در بین این دو تا بیسیم کلمه فهمیده نمیشود، باید ما هر دوی اینها را وصل کنیم. الحمدلله وقتی بگیم آن وقت کلمه کامل میشود، هم در لفظ و هم در معنا. یعنی فهمیده میشود که سپاس کی را. اما اگر ما در حمد در سپاس همونطور ایستاده باشیم و بعدا در الله شروع کنیم کلمه فهمیده نمیشود. این را وقف قبه میگوید. مثال عادی، احمد 20 ساله است، احمد بگی هیچ کس نمیفهمه که احمد چیست. و یا اگر 20 ساله است بگیم سوال پیدا شود که 20 ساله کی هست. در اینجا نگاه کنین، ما در بینی که دو لفظ یعنی دو کلمه در لفظ معنا در دیگر رابطه دارن، ما بین اینها را قطع میکنیم، در بینش میستیم که جمله هم کامل نمیشود و هم فهمیده نمیشود. این را وقف قبیح میگویند. انشالله امید دارم فهمیده باشید. خب در بین ابتدا، خب ابتدا همان شروع کردن در قرائت را گویند، اگرچه آن بعد از قطع و انتها دادن قرائت و یا بعد از وقف کردن باشد. ابتدا بر دو نوع است. اول ابتدا بعد از قطع. اگر ابتدا بعد از قطع و مصروف گشتن از قرائت باشد، در چنین حالت تکرار کردن استعاذه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم ضروری می باشد. و دوم ابتدا بعد از وقف. اما اگر ابتدا تنها بعد از وقف باشد، در این حالت به تکرار کردن استعاذه و بسمله احتیاج ندارد، زیرا که مقصد از وقف نمودن استراحت کردن و نفس گرفتن با نیتی از نو قرائت کردن است. خب گفتن که اول ابتدا بعد از قطع، وقتی که مثال ما قرائت میکنیم در یک دو میستیم مصروف یکم چیز دیگر میشیم، یکم گپ میزنیم، در اون حال وقتی که قرائت رو از سر شروع میکنیم باید چیکار کنیم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ضروری از گفتنش. و دوم ابتدا بعد از وقف، یعنی که یک آیت رو میخونیم وقف میکنیم برای آنکه کمی برای خود نفس گیریم و استراحت کنیم. در این حالت استعاذه و بسمله نمیگوییم و از همون آیت ما بعدش شروع میکنیم. خب نوعهای
ابتدا کردن تلاوت قرآن کریم دو نمود هستند. اول اختیاری و دوم اختباری، یعنی همون سنجشی. خب در اختیاری دو نمود است، ابتدای حقیقی و ابتدای اضافی، که در ابتدای اضافی سه نمود دخول است: ابتدای تام، ابتدای کافی و ابتدای حسن. درباره اختباری یعنی سنجشی ما گفتیم که مثال چقدر که در وقف گفتیم در ابتدا همون طور است. در جایی که مقصد ابتدا نیست ما برای سنجش، برای تلاوت یعنی برای تعلیم از آنجا ابتدا میکنیم. این را اختباری سنجشی میگویند. و ابتدای حقیقی آن را گویند که وقتی که ما در اول یعنی از اول آیت از اول سوره شروع میکنیم این را ابتدای حقیقی میگویند. و ابتدای اضافی وقتی که مثال در بین آیت ها وقتی که شروع میکنیم که این سه نمود از گفتیم، اول ابتدای تام، ابتدای کافی و ابتدای حسن، سه نمود. خب من اینها را برای شما کوتاه میفهمونم برای اینکه اینها مثل همون وقف هستند. فقط فرقیتشون رو برای شما بفهمونم که آن است که وقف آن بود که ما یک آیت را میخوندیم و آیتی ما بعدش که بعدی همون وقف کردگی ما که می آمد در لفظ معنا رابطه داشتند یا نداشتند. اما در ابتدا که باشد آیتی که ما شروع میکنیم به قرائت کردن پیش از خودش یعنی ما قبلش با این آیتی که ما سر میکنیم لفظ معنا رابطه دارد یا ندارد. در وقف در ما بعدش رابطه دارد یا ندارد، اما در ابتدا ما قبلش رابطه دارد یا ندارد. خب اول ابتدای تام همان ابتدا کردن به کلمه قرآنی را گویند که بین آن کلمه و کلمه ما قبلش علاقه لفظی و علاقه معنوی وجود ندارد. و دوم ابتدای کافی همان ابتدا کردن به کلمه قرآنی را گویند که بین آن کلمه و کلمه ما قبلش علاقه معنوی وجود داشته ولی علاقه لفظی وجود ندارد. و ابتدای حسن همون ابتدا کردن به کلمه قرآنی را گویند که بین آن کلمه و کلمه ما قبلش علاقه لفظی و علاقه معنوی وجود دارد. و ابتدای غیر جایز که آن را ابتدای قبیح نیز مینامند، ابتدای قبیح همان ابتدا کردن به کلمه قرآنی را گویند که بین آن کلمه و کلمه ما قبلش علاقه لفظی و علاقه معنوی وجود دارد ولی ابتدا در اول آیت نبوده بلکه در مابین آیت به وجود آید. همین ها بودن در بیان ابتدا که این مثل همان وقف بود. به همین خاطر من بسیار توضیح ندادم زیرا که این مثل همان وقف است. فقط این گفتیم که در وقف در ما بعدش لفظ و معنا رابطه دارد یا ندارد، اما در ابتدا در ما قبلش یعنی پیش از خود رابطه دارد یا ندارد در لفظ. همین رو خواستم برای شما بفهمونم. انشاءالله امیدوارم که درس را فهمیده باشید. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.